تو این ویدیو میخوام واسطه حسابی رو بهت یاد بدم و همینطور بهت یاد بدم اگه دو تا عدد داشته باشم چجوری میتونم چند تا عدد بین این دو تا عدد بنویسم که دنباله حاصل تشکیل دنباله حسابی بده. همینطور یکی دو تا تستم از مبحث دنباله حسابی برای شما عزیزان حل بکنم و پرونده دنباله حسابی رو ببندم بذارم کنار و تو ویدیوهای آینده برم سراغ دنباله هندسی و مثالهای بیشتر از دنباله هندسی و همینطور سوالات ترکیبی که میتونه از دنباله حسابی و دنباله هندسی بیاد. اولین بحثی که میخوام راجبش صحبت بکنم نوشتن n عدد بین دو عدد به طوری که تشکیل دنباله حسابی بده. ببینید خیلی ساده است، توی کتاب‌های مختلف روش‌ها و فرمول‌های مختلفی اومده به شما عزیزان گفته، اما من توصیه میکنم که اون فرمول‌ها رو بذاریم کنار و از روش مفهومی که خودتون از دنباله حسابی یاد گرفتین و حالا یه جورایی یه اشاره توی ویدیو قبلی بهش کردم میتونین استفاده بکنید. مثلا مثال ببینید، بین دو عدد 10 و 26 سه تا عدد طوری قرار بدید که تشکیل دنباله حسابی بده. خب من میام 10 رو اینجا می‌نویسم، یه عدد، دو عدد، سه عدد و عدد 26. من فرض میکنم آقا من عددام اومدم اینجاها قرار دادم. خب و فرض میکنم الان یک دنباله از دنباله حسابی روبروی من هست. خب اگه این دنباله حسابی باشه قبول دارید این جمله اولتونه، پس می‌نویسم A1 مساویه با 10. قبول داریم این میشه جمله پنجمتون، ببین جمله اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، پس می‌نویسم A5 مساویه با 26. خب من از این دوتا خیلی راحت قدر نسبت رو میتونم محاسبه بکنم. میگم A5 منهای A1 به روی 5 منهای 1. A5 هم 26 منهای A1 هم 10 به روی 5 منهای 1 هم که میشه 4. 16 به روی 4 بشه 4. پس قدر نسبت دنبالم 4، یعنی جملاتم 4 تا 4 تا دارن اضافه میشن. جمله اولم میشه 10، جمله بعدی میشه 14، بعدی 18، بعدی 22 و مورد آخر 26. به همین راحتی سوالم رو جواب دادم، نه نیازی بود فرمول خاصی حفظ باشم نه هیچی. این فرمول هم توی ویدیو قبلی بهش اشاره کردم. سوال بعدی گفته جملات اول و هشتم یک دنباله حسابی به ترتیب 9 و 44. پس من بنویسم اینجا 9، اینجا اینجوری بنویسیم دیگه، A1 مون 9، A8 مون 44. خیلی خب ببینیم چی گفته. گفته که در یک دنباله حسابی دیگه بین اعداد 13 و 37 چند واسطه حسابی میتوان درج کرد به طوری که جمله پنجم دو دنباله با هم برابر باشه. جمله اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم، حالا معلوم نیست دقیقاً چه تعداد جمله بین این دو تا عدد 13 و 37 وجود داره. اینجا گفته جمله اول، جمله پنجم این دنباله و جمله پنجم این دنباله برابر باشه. خب طبیعتاً میتونم جمله پنجم این دنباله رو من به دست بیارم دیگه. میام چیکار میکنم؟ میگم که خیلی خوب، اولا قدر نسبتمو از اینجا به دست بیارم، میشه 44 منهای 9، 8 منهای 1 که میشه 35 به روی 7 میشه 5. خب قدر نسبتم 5 بوده دیگه، من جمله پنجمو میخوام 9 به اضافه 5 بشه میشه 14، به اضافه 5 بشه میشه 19، به اضافه 5 بشه 24، 29. جمله اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. پس آقا جمله پنجمم چند بوده؟ 29 بوده. پس نتیجه میگیرم جمله پنجم این دنباله من 29 بوده. ببین من الان هنوز به حساب قدر نسبت دنباله رو ندارم، نمیدونم دقیقاً چند تا بر اضافه شه. میام تو این دنباله میگم خیلی خوب، مگه جمله اول من 13 نیست؟ میگیم بله. مگه جمله پنجم من 29 نیست؟ میگیم بله. خب از این دوتا راحت میتونم قدر نسبت به دست بیارم دیگه. 29 منهای 13، 5 منهای 1. 29 منهای 13 میشه چند؟ میشه 16. 5 منهای 1 میشه 4. 16 چهارم هم میشه 4. پس قدر نسبتم 4 بوده. خب حالا چند تا جمله میتونم بنویسم؟ ببین تا اینجا که 5 تا شد، بعدی 4 تا بهش اضافه بکنی میشه 33 تا، بعدی 4 تا بهش اضافه بکنی میشه 37 که تمام. خب چند تا جمله شد؟ 1 2 3 4 5 میشه گزینه اول. این هم از این سوال بسیار ساده و مفهومی طور بود. باید شما اول مفهوم دنباله ها رو بفهمین چطوریه، بعد از طریق مفهوم بیای از
یه روابط خیلی کوچولو و ساده استفاده بکنیم و به اون چیزی که میخوایم برسیم. مبحث بعدی واسطه حسابی. میگه اگه A, B, C 3 تا جمله متوالی از یک دنباله حسابی باشن، رابطه زیر برقراره. A به اضافه C میشه 2 برابر B. اولی آخری جمع بشن، وسطی ضرب در 2 میشه، وسطی 2 برابر میشه. اولی آخری جمع بشن، وسطی 2 برابر میشه. به این میگن واسطه حسابی. یه جوری دیگه هم میتونم بنویسم دیگه، از همین میتونم بگم A به اضافه C تقسیم بر 2 میشه وسطی، یعنی میانگین اولی آخری میشه وسطی. خب بریم ببینیم سوال چی به ما داده. گفته مقدار x را چنان بیابید که 4 x به اضافه 1 و 10 سه جمله متوالی از دنباله حسابی باشند. تنها کاری که میتونم انجام بدم، تنها روشی که میاد تو ذهنم واسطه حسابی. میگم 4 به اضافه 10 تقسیم بر 2 میشه وسطی، یعنی x به اضافه 1. خب اینجا که میشه 7 مساویه با x به اضافه 1، بنابراین معادله رو سریع حل میکنم. x به دست میاد 6. خیلی راحت x همو به دست آورد. سوال بعدی، سوال 8. مجموع 5 جمله اول از یک دنباله حسابی صعودی. ببین به نگارش سوال خیلی دقت بکنید. وقتی میگه دنباله شما صعودیه، یعنی که دی شما مثبته. به ویدیو قبلی اول ویدیو گفتیم اگر قدر نسبت مثبت باشه یعنی دنباله ما صعودی، اگر قدر نسبت منفی باشه دنباله نزولی و اگر قدر نسبت صفر باشه دنباله ثابته. خب من اینو بیام به ریاضی بنویسم، یعنی A1 به اضافه A2 به اضافه A3 به اضافه A4 به اضافه A5 برابر با چقدر بوده؟ 60. خب مجموع دو جمله بزرگتر یعنی A4 به اضافه A5 برابر با دو جمله بزرگتر 3 برابر مجموع 3 جمله کوچکتره، یعنی 3 برابر A1 به اضافه A2 به اضافه A3 هست. قدر نسبت را بیابید. خب ببینید من میام جای اینا اون فرمولی که یادتون دادم رو جاگذاری میکنم. به جای A1 خودش رو مینویسم، به جای A2 A1 به اضافه D، به جای A3 A1 به اضافه 2D، به جای A4 A1 به اضافه 3D و به جای A5 A1 به اضافه 4D رو جاگذاری میکنم مساوی با 60. خب چند تا A1 دارم؟ 5A1 به اضافه چند تا D دارم؟ 4 با 3 میشه 7 با 2 میشه 9 با 1 میشه 10D مساوی با 60. از یه 5 فاکتور میگیرم و ساده میکنم، میشه A1 به اضافه 2D مساوی با 12. خب این یک رابطه‌ای که اینجا میتونم داشته باشم. میام پایین میگم خب A1 به اضافه 3D A1 به اضافه 4D میشه 2A1 به اضافه 7D مساوی با 3 برابره. خب یه A1 یه A1 یه A1 هر کدوم از اینا یه A1 بهم میدن دیگه، میشه 3A1 به اضافه اینجا یه دونه D بهم میده، اینجا یه دونه 2D بهم میده، میشه 3D. خب اینو یه خورده ساده تر بکنم، 2A1 به اضافه 7D مساویه با 9A1 به اضافه 9D. همه رو ببرم یک بر، 7A1 به اضافه 2D به من میشه مساوی با 0 میشه. الان دو تا معادله به من داد دیگه، یه معادله اینو بهم داد، یه معادله هم اینو بهم داد. میام دستگاه حل میکنم و A1 و D رو به دست میارم، هرچند سوال قدر نسبت رو فقط از من خواسته یعنی D. خب از اینجا بیام دستگاه حل بکنم چطوری میشه؟ میگم خیلی خوب A1 به اضافه 2D مساویه با 12، 7A1 به اضافه 2D مساویه با 0. خب من بیام پایین و منهای بالا بکنم، 6A1 مساویه با، چون 7A1 منهای A1 میشه 6A1، 2D هم که با 2D خط میخورم، 0 منهای 12 میشه منفی 12. بنابراین A1 من به دست میاد منفی 2. آیا A1 رو میخواد؟ نه. میام یک قدر نسبت رو میخواد که یکی از اینا رو انتخاب میکنم، مثلا بالایی که حالا ضرایبش کوچیک‌تر، محاسبه کردن توش راحت‌تر. به جای A1 میذارم منفی 2، میشه منفی 2 به اضافه 2D مساوی با 12. سریع از اینجا دی رو به دست میارم 7. ببین خیلی سریع محاسبه کردم. شما الان کلاس دهمید و بعد محاسباتتون رو قوی بکنین. از همین الان گفتم منفی 2 میاد این میشه مثبت 2. 12 با 2 میشه 14.
2D شده 14. پس D میشه 14 دوم یا 7 که میشه گزینه آخر. سری میام علامت میزنم. اینم از این سوال. اگه تا اینجای ویدیو از ویدیو من خوشت اومد، از نحوه تدریس من خوشت اومد، ممنون میشم کانال من سابسکرایب کنی و نظرتو توی کامنت ها بهم بگی. بریم سوال آخر. گفته تفاضل جمله دهم از 12 یک دنباله حسابی برابر با 5. پس می نویسم A12 منهای A10 مساویه با 5. مجموع دو جمله 10 و 12 هم 25. پس می نویسم A12 به اضافه A10 مساویه با 25. جمله 21 کدام است؟ خب من سریع میام حساب میکنم، میگم چی؟ میگم خیلی خوب. من به جای A12 می نویسم A1 به اضافه 11D منهای A1 به اضافه 9D مساویه با 5. میگم خیلی خوب، A1 با این A1 قرینه از خط میخورن، 11D منهای 9D به دست میاد 2D. 2D شده 5. بنابراین D من به دست میاد چقدر؟ 5 دوم یا 2.5. خب حالا که اینجوری شد میام سراغ پایین. میگم A12 میشه A1 به اضافه 11D به اضافه A1 به اضافه 9D مساویه با 25. من دیو دارم 2.5 دیگه جاگذاری میکنم. میگم 11D با 9D میشه 20D. الان 2A1 به اضافه 20 تا D چنده 2.5 یا همون 5 دوم مساوی با 25. 2A1 مساویه با 2A1 مساویه با. خب میگم آقا این 20 با این 2 میره میشه 10. 10 تا 5 تا 50 تا 50 بیادی بر میشه منفی 50 با 25 میشه منفی 25. بنابراین A1 من به دست میاد منفی 25 دوم. خب چی از من میخواد دوستان؟ جمله 21 رو میخواد. من میدونم A21 میشه A1 به اضافه 20D. خب دیگه جاگذاری میکنم دیگه، به جای A1 هم میذارم منفی 25 دوم به اضافه 25 دوم. خب میگم این با این میره میشه 10. 25 دوم که میشه 12.5 منفی 12.5. 10 تا 5 تا 50 تا 50 منهای 12.5. خب میگم 50 منهای 10 میشه 40. 40 منهای 2 میشه 38. یه نیم تا ازش کم بکنم میشه 37.5. گزینه سوم. ببین من یه بار دیگه اینو مرور بکنم برات. A12 منهای A10 شده 5. A12 به اضافه A10 میشه 25. خب به جای A12 میام این مقدار رو میذارم، به جای A10 میام این مقدار رو میذارم. از اینجا راحت D رو به دست میارم. بعد میام چی میگم؟ میگم خیلی خوب، حالا که تی رو دارم بیام اینم بازش بکنم، به جای دیا بذارم 2.5. جاگذاری کردم، معادله حل کردم، A1 هم شد منفی 25 دوم. الان A1 رو دارم، دیم هم دارم، A21 رو میخواد. A21 میشه A1 به اضافه 20D. جاگذاری میکنم و خیلی راحت معادله رو حل میکنم و به جواب 37.5 میرسم. امیدوارم این ویدیو برات مفید بوده باشه. دنباله حسابی رو کلا تمام کردیم، میذاریم کنار. ریاضیات چیزی نیست که شما خودتون با فیلم دیدن، با چه میدونم آموزش دیدن بتونی یاد بگیری. شما تا زمانی که دست به قلم نشی و خودت مسئله رو حل نکنی ریاضی یاد نمیگیری. الان همینجا ویدیو رو بزن عقب تا این جوابا کلا پاک بشه. سوال یه بار دیگه بخون و ببین خودت میتونی حلش بکنی یا نه. ریاضی انقدر باید حل بکنی، انقدر باید بی‌دقتی بکنی تا بالاخره به اون چیزی که میخوای برسی، تو به اون مرحله‌ای که برای کنکور لازمه برسی.